خوردن سهم ارث خواهر. درود بر شما، من مصطفی احمدزاده هستم و امروز قراره در مورد یه موضوعی حرف بزنم که خیلی‌ها باهاش درگیرن ولی کمتر کسی جرأت داره دربارش حرف بزنه. یه حقیقت تلخ، یه ظلم پنهان، یه زخمی که توی خیلی از خونه‌ها هنوز سرش بازه ولی انگار کسی نمیخواد ببینه. ارث، حقخوری، سکوت برادرها، اشکای خواهرها. از تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا ببینیم ماجرا چیه. Welcome to my channel. Ladies and gentlemen, are you ready? یه لحظه چشاتو ببنده و یه صحنه رو تصور کن. یه دختر نشسته یه گوشه، تو دلش یه دنیا حرفه اما زبونش قفله. باباش که فوت کرد فکر میکرد حداقل برادراش هوای حق و حقوقشو دارن، اما حالا مونده با یه سهم ارثی که آب شده و رفته تو جیب کسایی که یه روزی داداش صداشون میکرد. خب چرا اینجوری میشه؟ چرا تو خیلی از خانواده ها وقتی پدر فوت میکنه بعضی از پسرها انگار که وارث بلا منازع همه چیز میشن و خواهرها باید سکوت کنن، یا اینکه از در و دیوار بشنون که برو خونه شوهرت، ارث مال مرداست؟ این قضیه 3 دلیل داره. 1. ذهنیت سنتی و تربیت پدر و مادرها. از بچگی یه سری جمله ها رو تو گوش ما خوندن: پسر تکیه‌گاه خانواده است، دختر که مال مردمه، پسر باید سرمایه داشته باشه. اینا چی کار میکنه؟ پدر که فوت میکنه اون پسر ناخودآگاه خودش رو محق میدونه که بیشتر برداره، چون همیشه بهش گفتن باید قوی باشه، پولدار باشه، مسئول باشه، ولی کسی بهش نگفته که قوی بودن یعنی عادل بودن، یعنی هوای خواهر رو داشتن، یعنی یه لقمه نون رو مساوی تقسیم کردن. 2. بی‌تفاوتی و سکوت برادرها. یه بخش قضیه همینه که خیلی از برادرها حتی اگه دلشون نخواد حق خواهرشون ضایع بشه بازم ساکت میمونن. چرا؟ چون نمیخوان با بقیه دعوا کنن، چون میترسن رابطه‌های خانوادگی خراب بشه، چون جامعه بهشون یاد نداده که نگفتن به ظلم خودش یه جور غیرته. 3. نبود آگاهی و ترس از قضاوت. بعضی از خواهرها اصلا نمیدونن که میتونن سهمشون رو بگیرن، بعضیاشون هم از قضاوت بقیه میترسن، میگن که اگه برم دنبالش میگن طمع کردم یا نمیخوام دشمنی درست کنم. ولی این ترس دقیقا همون چیزیه که باعث میشه نسل‌ها این ظلم ادامه پیدا کنه. خب حالا بیایم با هم ببینیم خوردن سهم ارث خواهر چه عواقبی داره. ببینید اینجا بحث فقط یه تیکه زمین یا یه خونه یا چند میلیون پول نیست. بحث اینه که وقتی یه زن میبینه برادرش، کسی که باید پشتیبانش باشه، اولین کسیه که بهش ظلم میکنه، چی تو دلش میگذره؟ احساس بی‌ارزشی. خواهر دیگه خودشو آدم این خانواده نمیدونه. از بین رفتن روابط خانوادگی. اون برادری که بهش تکیه داشت حالا شده یه غریبه. مشکلات روحی و افسردگی. احساس حقخوری، سرخوردگی و ناتوانی تو گرفتن حقش زخم‌هایی میزنه که شاید هیچ وقت خوب نشن. کینه و دشمنی بین خانواده ها. این مدل ارثخوری معمولا دودش تو چشم کل خانواده میره. سالها بعد وقتی بچه‌های همین برادر و خواهر بزرگ میشن با هم دشمن میشن، چون از بچگی دیدن که چطور یه حقخوری بنیان یه خانواده رو متلاشی کرده. خب این از این. حالا چه راهکارهای مفیدی میشه ارائه داد؟ حالا که فهمیدیم چرا این اتفاق میفته و چقدر میتونه ویرانگر باشه، چه راه حل‌هایی براش وجود داره؟ 1. آگاه سازی. اگه یه پدر هستی و داری این ویدیو رو میبینی، بدون که از الان باید بچه‌هات رو طوری تربیت کنی که بدونن عدالت ارثیه‌ایه که بهشون میدی. اگه یه برادر هستی، بدون که غیرت یعنی هوای خواهرت رو داشتن، یعنی حقش رو دادن، نه اینکه مالش بالا بکشی و بعدن هم طلبکار بشی. 2. صحبت و مذاکره. خیلی وقتا اگه خواهر زودتر و محکمتر حرف بزنه و از همون اول بگه حقمو میخوام، بقیه هم کوتاه میان. بعضی وقتا یه آدم بزرگتر یا یه واسطه منصف میتونه اوضاع رو مدیریت کنه. 3. اقدام قانونی. قانون صراحتاً حق رو به زنها داده. اگه همه راههای دیگه جواب نداد، پیگیری قانونی حق مسلم هر خواهره و هیچ کس نباید بابتش خجالت بکشه. 4. حمایت اجتماعی. خانم‌ها باید بدونن که تو این مسیر تنها نیستن. گروه‌های حمایتی، مشاوره‌های حقوقی، شبکه‌های اجتماعی، همه اینا میتونن کمک کنن. حالا که همه اینا رو گفتیم، بیاین یه جمع‌بندی کنیم. یادمون باشه که دنیا پر از آدماییه که بین انسان بودن و سود بردن دومی رو انتخاب میکنن، ولی تو
تویی که داری این ویدیو رو میبینی میتونی فرق داشته باشی. اگه برادری بدون که مردونگی یعنی حمایت نه تاراج. اگه خواهری بدون که حق دادنی نیست گرفتنیه. و اگه پدری بدون که بزرگترین میراثی که برای بچه‌هات میذاری عدالت و انسانیت توه، نه فقط زمین و پول. پس بیا یه جوری زندگی کنیم که فردا وقتی تو آینه نگاه میکنیم یه انسان واقعی ببینیم، نه یه ظالم، نه یه قربانی، نه یه تماشاگر. زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونیه که با حسرت و بغض بگذره. مرسی که تا پایان این ویدیو همراه من بودی. اگه واقعا فکر میکنی این ویدیو مفید بود از لایک دریغ نکن، چون باعث میشه ویدیو بیشتر دیده بشه. کانالو سابسکرایب کن لطفاً، هر شب ویدیو دارم و اگه کسی واقعا نیاز به دیدن این ویدیو داره لطفاً براش بفرست. تا ویدیو بعدی قوی بمون.